أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال، از این کتاب یعنی از 22 باب های صرفی ما و شما تا به امروز 9 باب صرفی را گرفتیم و حالا باشد ما و شما باب دهم را خواهیم گرفت. هر کسی که این کتاب را دارد پس صفحه 8 را بگشاید. در صفحه 8 این موضوعی که امروز درس میکنیم در اونجا نوشته شده است که الباب العاشر، یعنی که باب دهم. چطوری که بنده اینجا نوشتم الباب العاشر یعنی باب دهم، پس باب 10 از 22 باب صرفی هست. لیکن از باب هایی که ما گفتیم به 4 قسم تقسیم می شود 22 باب. 6 باب اول باب های ثلاثی مجرد بود و 12 تا دیگرش ثلاثی مزید بود. پس این باب دهم از باب های ثلاثی مزید است. باب چهارم هست. باب چهارم از باب های ثلاثی مزید می باشد. خوب دقت بتید. پس ما و شما تا به امروز 6 باب ثلاثی مجرد را گرفتیم که اون باب ها عبارت بودن از باب یکم نصر ینصر، باب دوم ضرب یضرب، باب سیوم فتح یفتح، باب چهارم علم یعلم، باب پنجم حسن یحسن، باب ششم حسب یحسب. این 6 باب نامهایشان بابهای ثلاثی مجرد هستند. بعد از این باب هفتم یکم باب ثلاثی مزید اکرم یکرم اکراما، باب افعالش میگویند. و باب هشتم دویم باب ثلاثی مزید باب تفعیلش میگویند که باب فرح یفرح تفریحا. و باب نهم سیوم باب ثلاثی مزید این باب مفاعله هست که این را میگویند قاتل یقاتل مقاتلتا قتالا و قیتالا. این 9 بابی که ما و شما گرفتیم. اکنون امروز ما و شما باب دهم و باب چهارم از بابهای ثلاثی مزید را میگیریم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که 22 باب صرفی به 4 قسم تقسیم میشود و 6 باب اول را بابهای ثلاثی مجردش میگویند. اینها را ما و شما تا به آخر گرفتیم و بعد از این 12 باب دیگر را بابهای ثلاثی مزیدش میگویند. ثلاثی مزید. ببینید یک باب دیگر رباعی مجرد است و 3 باب دیگر رباعی مزید. خب اکنون این 6 باب رو ما و شما به آخر رسانیدیم و از این باب ثلاثی مزید از 12 تا 3 تاش را گرفتیم. امروز 4مش را میگیریم و این گفتیم تقسیم می شود به 3 قسم. این قسم ها را در ذهنتان داشته باشید. ثلاثی مزید 12 بابش به 3 قسم تقسیم می شود. 3 باب اولش یک حرف در اون زیادتی می شود، یک حرف در اون زیادتی می شود و 5 باب بعدینش در اون 2 حرف زیادتی می شود و 3 باب بعدش در اون و 4 باب بعدش در اون 3 حرف زیادتی می شود. پس 3 با 5 8 می شود و این 4 چند 12. پس 12 باب ثلاثی مزید. اکنون ما و شما این 3 تا خلاص کردیم. این 3 تا ما و شما خلاص کردیم. یکمش باب چی بود؟ اکرمه. در اینجا حرف زیادتی چی بود؟ حرف الف. دویمش بابی فرح و سیمش بابی
قاتل. قاتل. ببینید قاتل. اکرم فرح. اکنون دقت بتید در این سه باب ما این سه باب گفتیم یک حرف زیادی است. اون یک حرف کدام است؟ اون یک حرف رو ما و شما گرفتیم، این الف است. در این باب، باب هفتم، باب یکم ثلاثی مزید، و در باب هشتم یک ر زیادی است. اینجا دو تا ر است، یک تاش زیادی است، یک حرف زیادی است. و در اینجا چه زیادی است؟ الف زیادی است. ببین ما گفتیم یک حرف زیادی است. پس در این سه باب یک حرف زیادی است و بس. در این سه باب یک حرف زیادی است و بس. اکنون از این روز به بعد و 5 باب دیگر ما و شما باب‌هایی را میگیریم که در اونها 2 حرف زیادی است. ببین اینجا یک تا بود، اینجا یک تا، اینجا یک تا. در این سه باب یک حرف زیادی بود. 5 باب دیگر است که 2 حرف زیادتی دارد. 2 حرفی زیادتی دارد که این را انشاءالله امروز خواهیم گرفت. از اینجا تا 5 درس آینده ما و شما باب‌هایی را میگیریم که 2 حرفی زیادتی دارد. این را در ذهنتان خوب داشته باشید که 2 حرف زیادتی چی می باشد. خب امروز اولین باب را میگیریم که 2 حرف زیادتی دارد. اون چی است؟ صاحب کتاب میگوید که الباب العاشر یعنی باب دهم از 22 باب صرفی و باب 4 از باب‌های ثلاثی مزید. وزنه انفعل ینفعل انفعالا. دقت بتید، انفعل ینفعل انفعالا. ببینید انفعل ینفعل انفعل، ف و عین و لام حرفای اصلی هستند. پس در اینجا حرف زایدتی چی بوده است؟ حرف زیادتی چی است؟ حرف الف با نون. دقت بتید اینجا الف با نون هر دوش زیادتی است. 2 تا حرف زیادتی داره گفتیم، این همین هر حرف ها هستند. پس انفعل ینفعل انفعالا. انفعل فعل ماضی، ینفعل فعل مضارع، انفعالا مصدر. خب میگه که موزونه انکسر ینکسر انکسارا. ببینید انکسر ینکسر انکسارا. پس در اینجا حرف زیادتی چی بوده است؟ الف و نون. اصل این باب چی بوده است؟ کسره. ببینید کسره. کسره. کسره یعنی شکست. یکسیرو. کسره یکسیرو. پس از باب چی هست؟ از باب چند است؟ از باب ثلاثی مجرد. از باب چند است؟ باب دوم. باب ضربه یا ضریبو. باب دوم است. باب دوم رو ما باب 10 آوردیم. برای چی آوردیم؟ حالا انشاءالله میگیریمش. یعنی برای چی؟ کسره 2 بود. برای چی این کسره کردم ما باب 10 کردیم؟ این را انشاءالله حالا خواهیم گرفت. خب دقت بتید. میگوید که انکسر ینکسر انکسارا. انکسر شکست. ینکسر میشکند، انکسارا شکستن. شکست میشکند، شکستن. خب میگوید که و علامته. اکنون ما از کجا بدانیم که این باب علامت و نشانهش چی است؟ از کجا بشناسیم این باب را؟ میگه علامتش همین است که ان یکون ماضیه علی 5 احرف. میگه ماضیش 5 تا حرف دارد. حساب کنید 1 2 3 4 5 تا. دیدید ماضیش میگه 5 تا حرف دارد. در فعل ماضی 5 تا حرف است. بزیادت الحمزه و النون فی اوله. میگه در اولش حمزه و نون زیاد کردیم. دیده ما گفتیم که کاف و سین و ر اصل است. الف قطعی نون، حمزه را قطعی نون چیکار کردیم ما؟ زیاد کردیم. هر دین را زیاد کردیم. پس این حرف زایده است و کسره حرفای اصلی است. این کسره شکست. خب حرفای زیادی را ما و شما اکنون شناختیم. چی میگوید؟ و بناؤه. انا اکنون این باب 10 را برای چی ساختن؟ فایده اش چی است؟ اکنون صاحب کتاب حالا برای ما و شما فایده این باب رو میگه. میگه بناش، ساختش، به خاطر آن ساختن که للمطاوعتی، برای مطاوعه هست. مطاوعه یعنی چی؟ صاحب کتاب میگوید و معنی المطاوعتی. این را از یاد کند. باید هر کسی که میخواهد زبان عربی را بفهمد
پس باب دهم برای مطاوعه هست. مطاوعه معناش چیست؟ صاحب کتاب میگه حصول اثر الشیء عن تعلق الفعل المتعدی بمفعوله. میگوید که حاصل شدن اثر شیء از تعلق فعل متعدی به مفعولش می باشد. یعنی چی؟ یه آسان‌تر قاعده را میتونید شما حفظ کنید. قبول اثر شیء. این که گپ است. مطاوعه معناش چیست؟ قبول اثر شیء. قبول کردن اثر چی است؟ اکنون قبول کردن اثر شیء چی طور است؟ حالا برای شما بیان خواهیم کرد. از مثال خودی صاحب کتاب میگوید که کسرت الزجاجه. دقت بدید. میگوید کسر، میگوید که کسرت، دقت بدید این فعل در اینجا بماند، برای ما و شما این لازم است. ببینید میگوید که کسرت الزجاجه. ببینید الزجاجه، کسرت الزجاجه یعنی شکستم شیشه را. کسرت شکستم من شیشه را. پس کسرت ت فاعل است و زجاج مفعول به است. ما در اینجا گفتیم که مطاوعه معنیش حصول اثر شیء است. یعنی شکستن در بالای چی واقع شد؟ در بالای شیشه واقع شد. یعنی مثلا زدم شیشه شکست. شکستن در بالای شیشه واقع شدگی است. در من چه واقع شدگی نیست. یعنی من نشکستم، شیشه شکست. پس این را میگن قبول اثر شیء. یعنی شکستن تأثیر شه این قبول کرد. وقتی قبول کرد انا میگن قبول اثر شیء. قبول اثر شیء کی باشد؟ انا اینجا کسرت الزجاجه یعنی شکستم شیشه را. اکنون چی میشود؟ اکنون حاضرین کسر تو این از باب چی بود؟ باب سیوم بود. من میخوام باب دهم بیارم. میگه که فن کسره، دقت بدید، فن کسره، فن کسره ذلك الزجاج، ذلك الزجاج. ببینید ذلك الزجاج یعنی چی؟ ذلك زجاج. دقت بدید. میگوید که شکستم شیشه را، پس شکست آن شیشه. دقت داده ترجمه را؟ یعنی ما در اینجا گفتم من شکستم، در اینجا میگوید شیشه شکست. پس معناش همین است. مطاوعه گفتیم قبول اثر شیء. شکستن قبول میکند شیشه، پس این باب رو میاریم در این شیشه شکست. و تا چه ما شما میگیم که شیشه را من شکستم یا میگیم شیشه شکست. انمی شیشه شکست رو باید ما در باب 10 بیاریم. بگوییم که این کسر الزجاج یعنی شیشه شکست. یا مثلا قلم، وقتی من قلم رو میشکنم میگم کسرت القلم یعنی قلم رو من شکستم. وقتی که من دیدم قلم شکستگی و قلم غلطید از این بالا افتید در زمین و قلم شکست، من نشکستم، قلم شکست، چی میگم؟ میگم که این کسر القلم، قلم شکست، من نشکستمش، خود شکستگی است. دقت داده چی طور است؟ کسر تو زجاج من شکستم، این کسر از زجاجو شیشه خود شکست، من شکستگیش نیستم. پس این فایده بابی چه بوده است؟ 10 بوده است. در این باره چند مثال دیگر هم بیاریم به خاطر فهمیدن. مثلا قطع، دقت بدید، قطع، 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 قطع کند یا برید، قطع کرد، برید یا جدا کرد. قطع، قطع کرد، برید یا جدا کرد. مثلا من میگم که قطعت الزهرة، قطعت زهرة یعنی جدا کردم گل را. پس من بگویم که گل خودش جدا شد، میگویم که این قطع از زهرتو
یعنی گل خودش جدا شده است، من نکندمش، خودش افتید، خودش جدا شد. دیدید این قطع، اگر بگویم این قطع، ببینید این قطع، قطع یعنی جدا کرد، یا آدم جداش کرد. این قطع خودش جدا شد. یا مثلا میگم که قطعت اللحم، گوشت را بریدم، این قطع اللحم، گوشت جدا شد، گوشت پاره شد. دیدید این قطع را وقتی باب این آوردیم خودش جدا شدگی است، کسی دیگر را جدا نکرده است. یا مثلا یک مثال دیگر، فتح، ببینید بابی چند است؟ فتح، فتح، فتح یفتح، باب سیوم. باب سیوم یعنی فتح تو میگیم شباکه، تریزه رو من کشادم، یا فتحت الباب، در رو من کشادم. اکنون در خودش ویشید، من نکشادم، باید چی بگومش؟ بگم که این فتح، این فتح. دیدید این فتح، این فتح. بابی چی آوردیمش؟ بابی دهم. ببین الف نون در اولش زیادی کردیم. این فتح، فتح را گرفتم، این فتح. فتح یعنی کشاد، یا آدم معین کشادش. این فتح نه، خودش ویشید، خودش کشادگی هستن. دیدید این را میگوین چی؟ این را میگوین مطاوعه. این را میگن مطاوعه، یعنی اثری قبول اثر شیء. اثر شیء یعنی که این چی تاثیر داشت؟ شکستن. پس شکستن را تریزه شیشه قبول میکند؟ بله. پس انکسر زجاج. بریدن، پاره کردن، آیا گل پاره می شود؟ بله. پس این قطع الزهرة. کشادن، آیا در هوی می شود؟ بله. پس این فتح الباب، باز شد در، کشاد هوی شد در، یعنی در رو من نکشادم، یا شخص هم نکشاد، خودش به خودش در هوی شد. پس این را میگن چی؟ مطاوعه. مطاوعه را معناش چی است؟ قبول اثر شیء. مختصرکش قبول اثر شیء. یا میتونید دیر ازاد کنید که حصول اثر شیء عن تعلق الفعل المتعدی، عن تعلق الفعل المتعدی بمفعوله. همین هم ازاد کنید کفایه میکند. اکنون صاحب کتاب چی میگه؟ میگه کسرت الزجاج فانکسر الزجاج. فانکسر الزجاج میشود کلمه ذالکه را بگیریم، فانکسر الزجاج، یا ذالکه یعنی آن، فانکسر ذالک الزجاج یعنی شکست همان شیشه خودش. لیکن میشه بگیم فانکسر الزجاج، پس شکست شیشه. اینم جایز و درست است. فان انکسار الزجاج، میگه شکستنی زجاج، شکستنی شیشه، اثرون یک تأثیر است، یک علامت است، تأثیر و علامت است که حصل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدی، حاصل شدگی است از بگیم واقع شدن شکستن که فعل متعدی است بر بالای مفعول، فعل متعدی این فاعلش است، این مفعول به. پس شکستن در بالای مفعول به واقع که شد، پس ما این بابش آوردیم، فاعل از بین میبرداریم و میگیم این کسر از زجاج، شیشه شکست. اکنون فهمیدید؟ پس معلوم شد که باب 10 بناش برای چی بوده است؟ برای مطاوعه بوده است. و باب 10 همه وقت فعلش لازم میاد، فعل متعدی نمیآید، فعل متعدی نمیآید. از این حساب در یادتون بگیرید که بعد باب انفعل، باب 10 انکسره همه وقت مرفوع خوانده می شود. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که این فاعل است، یعنی که این فعل ها لازم هستند، مفعول بهی ندارند، فعل های لازم است. باب 10 ساختش مفعول بهی ندارد، فعل های لازم می باشد. پس این هست درس امروزه ما و شما، باب 10 که انکسر ینکسر انکسارا، این را باب انفعالش میگوید، باب انفعال معروف و مشهور است. خب الاعراب، اکنون اعرابی کسر تو زجاجه. کسر فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصال بتاء الفاعل. ببین فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصال بتاء الفاعل، این تاء فاعل است. میگه التاء ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل. کسر را فاعلش تو.
الزجاج مفعول به منصوب و علامت نصب الفتحة الظاهرة. اکنون انکسر فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. الزجاج فاعل مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. این اعرابش می باشد. این اعراب را چطوری که بارها تکرار کردیم. خب بعد از این ما و شما میگذاریم به اشتقاق های 12 گانه. اکنون این باب 10 با آخر رسید. باب 10 با همین با آخر رسید. میگذاریم به اشتقاق های 12 گانه. میبینیم که اشتقاق های 12 گانه از این چی طور می آید و کدامش می آید. دقت بتید. مثلا باب 10 را فعل ماضیش چی هست؟ این کسره، این کسره، این کسره، این کسره. این کسره 14 صیغه دارد. این را شما بگویید. این کسره، این کسره، این کسره، این کسرت، این کسرتا، این کسرنا، این کسرت، این کسرتم، این کسرتم، این کسرت، این کسرتم، این کسرتون، این کسرتو، این کسرنا. 14 صیغه. خب بعد از این فعل مضارع است که ینکسرو، ینکسرو. ینکسرو همچنین 14 صیغه دارد. ینکسرو، ینکسرون، ینکسرون، تنکسرو، تنکسرون، ینکسرون، تنکسرو، تنکسرون، 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 انکسرو، ننکسرو. 14 صیغه‌اش را در دفتراتون نوشته کنید. بعد از اسم فاعلش می شود منکسرون، یک آدمی شکننده. منکسرون، یا آدمی شکننده. اکنون اسم مفعول، اسم مفعول دارد؟ نه، زیرا که فعل لازم است. از فعل لازم اسم مفعول گرفته نمیشه مگر با حرف جار قطعی که میشه بگه که منکسرون به، منکسرون به. اما حالا آسانترش میگیم که از این گرفته نمیشه، زیرا که فعل چی است؟ فعل لازم است. فعل جهدش چی میشود؟ لم ینکسرو، لم ینکسر، لم ینکسر، لم ینکسر یعنی نشکست. نفیش چی است؟ لا ینکسرو، لا ینکسرو، لا ینکسر یعنی نمیشکند. فعل امرش اکنون چی میشود؟ میشود که این کسر، این کسر، این کسر. این کسر یعنی چی؟ یعنی بشکن. این کسر، این کسر معناش چی است؟ بشکن. نهش چی است؟ لا تنکسر، نشکن. لا تنکسر، لا تنکسر معناش نشکن، لا تنکسر معناش نشکن. اما اسم زمان و اسم مکانش و مثل اسم مفعول است که در اینجا اسم مفعول نگرفتیم، میشود بگیم که منکسرون، منکسرون، منکسرون. ببینید منکسرون. منکسرون اسم چیه؟ اسم زمان و اسم مکان است. منکسرون اسم زمان و اسم مکان که سه صیغه دارد، این را بگویید. منکسرون، منکسرانی، منکسرون، منکسرانی، مکاسرو. اینجا همچنین یک نازکی است درباره اسم مفعول که زیادیاش هم میپرتیم به اصل برمیگردیم. پس جمعش چی میشود؟ جمعش میشود که مکا، ببینید مکاسرو، مکاسرو، مکاسرو جمع اسم زمان و مکان است. این را در دفتراتون نوشته کنید. اسم آلت از این باب نیست و اسم تفضیل همچنین از این باب وجود ندارد، زیرا که از باب‌های غیر ثلاثی مجرد هستند. پس این هست چطوری که اشتقاق‌های 12 گانه را بیان کردیم. بعد از این قطعه را شما همین کار را بکنید. این قطعه را، این قطعه، این قطعه، این قطعه، این قطعه 12 14 صیغه‌اش رو بگویید. یعنی قطعه، یعنی قطعه، یعنی قطعه 14 صیغه‌اش رو بگویید. و منقطع اسم فاعل بشود، منقطع اسم مفعولش هم بگویید و منقطع به بگویید، زیرا اینکه به حرف جر پس اسم مفعول میشه، زیرا اینکه فعل لازم مفعول به نمیگیره. وقتی مفعول به نگیره اسم مفعول نمیشه مگر با حرف جر، که را ان شاء الله در کتاب بعدی با تفصیل میخونیم. پس با میشه این فتحه را بگویید. این فتحه، این فتحه، این فتحه، این فتحه 14 صیغه‌اش رو ینفتح، ینفتح، ینفتحو، ینفتحان، ینفتحون 14 صیغه‌اش رو همچنین شما میتونید که بیان بکنید. و تا به آخر دیگر چیزهایی را که در اینجا نوشته کردیم در دفتراتون بنویسید و حفظ بکنید و بسیار تکرار کنید به خاطر زبان هاتون کشادن و زبان هاتون عادت کردن. پس این بود باب دهم از 22 باب صرفی
و باب چهارم از بابهای ثلاثی مزید که اینها با 2 حرف زیادتی شدگی هستند. امروز یکمین درسی هست که ما فعل را میگیریم که 2 حرف زیادتی دارد و باز 4 باب دیگر همین طور 2 حرفی دیگر زیادتی دارد که انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.